تحلیل آنچین یکی از روش‌های مهم تحلیلی که فقط توی دنیای ارزهای دیجیتاله. دقیقاً مثل یک کارگاه دیجیتالی که داده‌های بلاکچین رو زیر و رو میکنه تا بفهمه توی لایه‌های پنهان ارز دیجیتال چه اتفاقایی داره میفته. توی تحلیل آنچین ما داده‌هایی رو بررسی می‌کنیم که مستقیما از بلاکچین گرفته میشه. این داده‌ها شامل اطلاعاتی مثل تعداد تراکنش‌ها، حجم ارزهایی که از دست به دست میچرخن و تعداد آدرس‌های فعاله. این روش به ما کمک میکنه بفهمیم که سرمایه‌گذارا چه حسی دارن و بازار چه وضعیتی داره. مثلا اگر تعداد تراکنش‌ها زیاد باشه یا تعداد آدرس‌های فعال افزایش پیدا کنه، ممکنه نشون دهنده افزایش علاقه به خرید. ولی نکته مهم اینه که تحلیل آنچین فقط یکی از ابزارهای تحلیله و نباید به تنهایی روی اون حساب باز کرد. این روش باید در کنار تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال قرار بگیره تا تصویر کاملتری از بازار به دست بیاد. این روش بیشتر برای سرمایه‌گذارا و تریدرهاییه که میخوان پشت صحنه بازار ارز دیجیتال رو بهتر درک کنن.